برای حل این معما نیازه که به صداقت گفتار افراد بیشتر دقت کنید. عصر یک شنبه عباس توی کاخ خودش به قتل میرسه. در موقع قتل 5 نفر خونه عباس بودن: همسر اون، باغبان، سرپیش خدمت، آشپز و خدمتکار. کاراگاه از همه اونا پرسید که اون روز مشغول چه کاری بودن. همسر اون گفت در حال خوندن کتاب بوده. آشپز گفت مشغول آماده کردن شام بوده. سرپیش خدمت گفت به خدمتکاران اتاق نشیمن دستور میداده. نظافتچی گفت در حال شستن ظرفا بوده. باغبان گفت در حال آبیاری گیاهان بوده. بعد از این مکالمه کارآگاه سریعا قاتل رو دستگیر کرد. به نظر شما به چه دلیل و چه کسی رو دستگیر کرد؟